بچه‌ها خوبی؟ چطورید؟ آموزش قبل خوشتون اومد؟ گفتم حالا این دفعه کوچکترین هنر بیایید با هم دیگه بسازیم. کوچکترین نه، پر امکانات باشه. بریم که ببینیم. قدم اول اینه که ترکتوری بذارید که سوراخ باشه بتونید پشتشو ببینید. خب موارد زیر رو بردارید، یه تخت میخوای، یه اجاق میخوای، یه اجاق که نه، یه کرفتین میخوای، چستم روش. حالا اینجاش مهمه جوری همینطور سمتم همینطور سمتم همینطور. حالا میایید بالا جا چست جوری میذارید. حالا ما یه خونه کوچیک و پر امکانات داریم، خیلی هم باحال هم هست با پتیچین بتراک کنید خرم توش بشید و چستم اینجا کار میکنه. ببین خدای کی این آموزش‌ها رو بهتون میده، صاف کن گم نکنید.